بیقراری زیاد، اما یه لبخند اومد پیشم. همچین گل زیبایی رو برام آورد و گفت خانم دکتر خیلی نگرانم که نکنه دوباره این رابطه‌ام مثل رابطه قبل بشه. از رابطه قبلش جویا شدم، زندگیش به طلاق رسیده بود. گفت میترسم که این زندگی که انقدر سبزه و قشنگه مثل اون زندگی ریشه هاش خشک بشه. میشه به من بگی چی کار کنم که زندگیم خشک نشه؟ چی کار کنم که دوباره به دادگاه خانواده و طلاق نرسم؟ نگاش کردم، گفتم که چی شد اون رابطت به طلاق رسید؟ چون هیچ گلی الکی خوش نمیشه، هیچ ریشه‌ای الکی خوش نمیشه. دوست خوب من، همه رابطه ها میتونه به طلاق برسه، اما آدم های آگاه 4 تا اصل مهم رو تو رابطهشون رعایت میکنن، زندگی میکنن. اون وقتی که به ماندگاری تو رابطه میرسن، نه که حال بد نداشته باشن و نه، اما کنار رنج ها میدونن باید چی کار کنن. حکایت زندگی ما مثل این جام میتونه باشه. این دل منه و کنار همین گل پر از رنجش، پر از حال بد اتفاق میفته. چرا بهم توجه نکردی؟ چرا تو جمع منو ندیدی؟ چرا کادوی خوب برام نخریدی؟ چرا دوست دارمای خوب بهم نمیگی؟ و زمانی که من این رنج ها رو ابراز نکنم، زمانی که درست نیام از حال بدم بگم، زمانی که یه گفتگوی سالم رو نداشته باشم، این رنج ها هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن. داره از گلدون زندگی سنگ ها برداشته میشه و میرسم به کجا؟ میرسم به اون جایی که پر از خشم میشم، پر از نفرت میشم و میگم که اصلا نمیخوام باهات حرف بزنم. توی مرحله سوم انگار میرسیم به این که ولش کن. یعنی چی؟ یعنی که من پر دردم پر رنجم اما نمیخوام بهش توجه کنم. توی مرحله آخر هر روز دارن رنج‌ها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن، انقدر بیشتر میشن که یا رابطم تموم میشه یا اگه بخوام تو رابطه بمونم حتما مصلحتی هست که من تو رابطه هستم. حالا اون وقت اوضاع دل و زندگی من دقیقاً مثل این جام میمونه که یه چیزی میذارم روش، میگم نه همه چیز خیلی خوبه، بالاخره زندگی دیگه، همه رابطه‌های مشکلی دارن، اما نمیدونم که مشکله معلومه، شاید خیلی ظاهراً مشخص نباشه که من چرا ناراحتم، اما من دور شدم، من پر از رنجم، پر از خشمم، پر از ولش کن بابام، پر از این که اصلا نمیخوام باهات حرف بزنم. میخوام بهت بگم که هیچ گلی الکی خوش نمیشه. پس زمانی که ریشه ها خوش میشن یعنی من حواسم به این زندگی نیست. دوست نازنین من، همه رابطه‌های قرار دادن، ممکنه رابطه من هم یه روزی تموم بشه، رابطه عاشقانه تو هم یه روزی تموم بشه، اما باید چیکار کنیم؟ حواسمون به ریشه های رابطه‌مون باشه، حواسمون به رنجش ها باشه. هیچ حال بدی خودش خوب نمیشه ها. فکر نکنی به رابطه زمان بدی، فاصله بدی، رابطه اوضاعش خوب میشه. نه. پس حالا باید چیکار کنیم که به طلاق نرسیم؟ باید حرف بزنم، باید راست باشم، باید ناراحتی هام رو به شکل سالم ابراز کنم. شاید بلد نباشی، حتما از یه متخصص کمک بگیر، شاید 1000 راه رفته باشی و به بنبست رسیده باشی، اما یادت باشه همیشه راههای نرفته از راههای رفتمون خیلی بیشترن. پس امیدوار باش. حالا با دونستن این تکنیک ها من تو رابطم امنیت بیشتری رو تجربه میکنم. من نمیذارم اوضاع احوال رابطم این شکلی بشه. من دونه دونه حال بدیا، دونه دونه مسائلی که مهم هستن رو غیر مهم نمیبینم و در موردشون حرف میزنم. همینجا چیزی رو تو دلم نگه نمیدارم، چون این ظرفیتش یه روزی پر میشه و وقتی ظرفیت این پر بشه حتما این گل خوش میشه. براتون رابطه های